1. چالش‌های هوش مصنوعی. توضیح: ساخت چالش‌هایی که شامل استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی می‌شود، مانند نقاشی با AI، نوشتن داستان یا تولید موسیقی. راهنمایی: ابزارهایی مثل چت میدجورنی و رانوی را معرفی کنید. چالشی طراحی کنید که مخاطبان شما نیز بتوانند شرکت کنند. 2. ویدیوهای قبل و بعد با استفاده از فناوری. توضیح: تغییر تصاویر، ویدیوها یا صداها با کمک ابزارهای پیشرفته مثل فیلترهای واقعیت افزوده یا ویرایش‌های حرفی. راهنمایی: یک موضوع مشخص مثل بازسازی عکس‌های قدیمی انتخاب کنید. ابزارهایی مثل ادوب پریمیر یا کپکت را استفاده کنید. 3. مستندهای کوتاه اجتماعی. توضیح: مستندهایی درباره موضوعات روز مثل محیط زیست، فناوری‌های نو یا داستانه انگیزشی. راهنمایی: تحقیق عمیق کنید و داستانه انسانی پیدا کنید. از تصاویر با کیفیت و موسیقی جذاب استفاده کنید. 4. ساخت ویدیوهای تعاملی. توضیح: ویدیوهایی که در آن بینندگان تصمیم می‌گیرند که داستان چگونه پیش برود، مثل بازی‌های انتخاب مسیر. راهنمایی: از قابلیت‌های تعاملی یوتیوب استفاده کنید. یک داستان ساده اما جذاب طراحی کنید. 5. آموزش‌های فوق سریع 60 ثانیه‌ای. توضیح: آموزش‌های کوتاه اما مفید برای موضوعات ترند، مثل نکات سریع آشپزی، ترفندهای تکنولوژی یا مهارت‌های زندگی. راهنمایی: اطلاعات را دقیق و ساده بیان کنید. از گرافیک‌های متحرک برای جذابیت بیشتر استفاده کنید. 6. سفر به دنیای متاورس. توضیح: کاوش در پلتفرم‌های متاورس مثل دیسنترالند یا هورمن ورلدز و به اشتراک گذاری تجربه‌ها. راهنمایی: محتوای تعاملی و واقعی تولید کنید. فعالیت‌هایی مثل خرید زمین دیجیتال یا بازی‌های متاورس را بررسی کنید. 7. بررسی محصولات عجیب و غریب. توضیح: تست و بررسی محصولات خاص، عجیب یا کمتر شناخته شده که برای مخاطب جذاب است. راهنمایی: محصولات را از فروشگاه‌های آنلاین پیدا کنید. نقد صادقانه و سرگرم کننده ارائه دهید. 8. ساخت ویدیوهای انگیزشی با داستان‌های واقعی. توضیح: داستان‌های افراد موفق، چالش‌هایشان و درس‌هایی که می‌توان از آنها گرفت. راهنمایی: داستان‌های کمتر شناخته شده اما تأثیرگذار انتخاب کنید. با گرافیک‌های پویا و موسیقی مناسب حس انگیزشی ایجاد کنید. 9. آشپزی یا دستورهای غذایی سریع و نوآورانه. توضیح: آشپزی با دستورهای خلاقانه و ترند، مثل غذاهای 3 ماده‌ای یا دستورهای سالم. راهنمایی: از زوایای مختلف فیلم برداری کنید. ترفندهای ساده برای جذابتر کردن ویدیو ارائه دهید. 10. چالش‌های فرهنگی یا زبانی. توضیح: یادگیری زبان جدید در یک روز یا اجرای رسوم فرهنگی از کشورهای مختلف. راهنمایی: از مخاطبان بخواهید رسوم یا زبان مورد علاقهشان را پیشنهاد دهند. تجربه خود را به شکلی سرگرم کننده ثبت کنید. نکات کلیدی برای موفقیت: تحلیل ترندها از گوگل ترندز و ابزارهایی مشابه برای شناخت موضوعات داغ استفاده کنید. تعامل با مخاطبان: سوال بپرسید و آنها را در محتوا مشارکت دهید. کیفیت تولید: ویدیوهایی با وضوح بالا و تدوین حرفهایی تاثیرگذاری بیشتری دارند. ثبات و نوآوری: مرتب محتوا تولید کنید و همواره به دنبال ایده‌های جدید باشید.